سلام، دکتر موسی داوری هستم. باز هم با یک کیس جدید در مورد سنگ‌های گرده و استفاده CT بدون کانترست به خاطر دریافت این سنگ‌ها در خدمت شما هستم. کیس ما کوتاه است و موضوع از این لکچر هم استفاده از CT بدون مواد رنگه یا بدون مواد کانترست است. چون از نام از این لکچر پیداست که در اینجا ما کانترست نمیتیم و یک CT است که بسیار به صورت آسان اجرا میشه. وقتی که نزد مریض ما درد گرده، درد انتشاری که از ناحیه گرده شروع شده و به طرف مثانه انتشار میکنه تا هم با دلبدی و استفراغات و همچنان در وقتی که پیش مریض ما در معاینه ادرارش خون دیده شود، این معاینه میتونه استدباب داشته باشه به خاطر پیدا کردن یا دریافت سنگ‌های سیستم بولی. به این خاطر ما از قسمت بیس توراکس یا از پایانترین قسمت از توراکس یا صدر ما بحث میکنیم به اصطلاح کلیشه خود و شروع میکنیم گرفتن CT را. CT تقریبا یک CT است که در مدت 1 یا 2 دقیقه ختم میشه و در اینجا ما میتونیم تمام ساحاتی که اگر از کلسیم و یا سنگ هایی که کلسیم داشته باشه میتونیم به خوبی توسط CT ببینیم. در مریضی که میبینیم مریض جوان است، در اینجا ما گرده چپ میبینیم، گرده راست میبینیم، جگر میبینیم. البته تا یک اندازه که اگر معلومات در بدون CT بدون کانترست میگیریم کسی صفرا را میبینیم، موجودیت پانکراس در نظر میگیریم، همچنان تحاله و غدوات فوق الکلیه را ما میتونیم ببینیم. در اینجا هدف ما از CT بدون کانترست فقط گرده و سنگ‌های گرده می باشه و در اینجا ما نمیتونیم زیادتر از معلومات خود چون کانترست نیست در مورد دیگه ارگانا بدیم. البته اگر پیش مریض یک بطن عاد باشه میتونیم تا یک اندازه معلومات خود به خاطر بزرگ شدن سیستم هضمی و راه‌های هضمی به خصوصا ایمای رقیقه ما میتونیم معلومات بدیم. بریم سر دیدن گرده مریض. گرده چپ مریض میبینیم یک اندازه فرق بین قسمت میدولا و کورتکس گرده کمتر است. اگر ما به دقت متوجه شویم در گرده در مقطع کرونال گرده چپ مریض ما به اصطلاح یک اندازه بسیار به اندازه خفیف که حتما ما اینجا میبینم، شاید کسی که ویدیو رو تا ویدیو HD نشه نبینه نمیتوند فرقش پیدا کنه. ما میبینیم که یک اندازه گرده چپ زیر فشار است و وقتی که ما اگر پایان بریم از طریق گرده چپ میبینیم حالب چپ و حالب راست. شما ببینید حالب راست کوچکتر است، حالب چپ یک اندازه متوسط‌تر و بزرگتر است و اگر شما متوجه به ماوس ما باشین حالب در این قسمت است حالب و این ما اگر پیش ببریم میبینیم در این قسمت در بین حالب ما یک کلسیفیکیشن ما میبینیم که در خط وارد سنگ داخل حالب است و این سبب میشه تا یک بندش غیر تام یا قسمی در گرده طرف چپ مریض به وجود بیاید و این سنگ در پایانتر از آرتری ایلیاکا یا ایلیاک طرف چپ مریض ما میتونیم دریافت کنیم. البته در مورد سنگ، در مورد دنسیتی سنگ و در مورد کثافتی که گفتیم معلومات برای دکتر متخصص یورولوژی میتیم و موقعیتش میگیم. با تعقیب از او حالا میبینیم تا آخر به مثانه میرسه و مثانه مریض متوسط و ادرار درش موجود است. البته نمیتونیم بگیم که ادرار مکمل از این طرف است یا از طرف چپ است، اما ادرار در مثانه باید راپورت داده شود و همچنان دیده شود که آیا کدام سنگ دیگه در مثانه موجود است یا نه. در این حالات که اگر مریض ما از نظر کلینیکی وضعیت سپتیک داشت یا وضعیتش نظر به درد و نظر به این که پیشش یک هایدرونفروز موجود بود، استدباب باز کردن مجرای ادرار هضمی گرده هست که یا با شکل نفروستومی و یا با شکل داخل کردن دابل جی کاتتر است. البته کیس بعدی که میآید موردش ما گپ میزنم عبارت است یک مثال از دادن دابل جی کاتتر از طریق حالب است که در حقیقت باز کردن سیستم امی گرده را به اصطلاح تا مثانه نشان میده.
این در مراحل هات تداوی ابتدایی است تا ما مجرا را باز کنیم و تداوی خود سنگ مورد از برداشتن خود سنگ توسط یوریتروسکوپ است که میتونیم از طریق مثانه داخل شویم و سنگ برداریم. البته موقعیت سنگ نظر به اینکه که ما چقدر امکان داره که برداریم فرق میکنه و گذاشتن کاتتر دبل جی امکان ازیر میته تا بعد از اینکه ما وقتی که چند روز بعد اون ما میکشیم امی سنگ همچنان در جدار ازی آهسته آهسته لول بخوره و به طرف مثانه نزدیک شود تا بتونیم توسط یوریتروسکوپ رو بگیریم، یا ای که اگر سنگ در قسمت های بالاتر موقعیت داشته باشه نزدیک به گرده میتونیم اون رو دوباره به طرف گرده تیله کنیم و به تعقیب از او تداوی خود نظر به یک ایلیار لیتوتریپسی کنیم و یا یک تداوی کیمیایی نظر به نوعیت سنگ میتونیم تداوی خود نزد مریض اجرا کنیم. البته این لکچر کوتاه هست، این کیس کوتاه هست، لکچر نیست، البته کیس هست تا نشان بده برای شما و برای مریضا که چه قسم ما سنگ در سیتی میبینیم. البته بعض سنگ ها هست که اگر اندازهش بزرگ باشه، سنگ های کورال فارم هست که در قسمت خود گرده موجود است که اونا رو در کلیشه رادیوگرافی هم میبینیم، اما باید دنسیتیش خیلی بلند باشه و جسمن خودش سنگ باید بزرگ باشه. سنگ های کوچک بهترین راه تشخیصش سیتی بدون کانترست است. تشکر از توجهتان. تا کیس های بعدی، خدا نگهدار.